خواه میام خواه میروم بعدشون که من خدمتگار خانه او نیستم. این خدمتگار نیسته که لباس یا اوقات تیار کنه. نکی زنک در همی دنیا من همه چیزا یافتم، همه چیزا دیدم، نکی هم مهر محبت احمد دیدم. نه زندگیت ویران نشوه. اگر او دیدت 6 قطار به شوهر نمونی. در نقش ها رجبعلی ابرانی، منظوره سعیدова، دلیر میرخانов، توفانیسا غلامова، نواربردار شهزاد جبارов. майли хаёрчаҷон ба фикрам шавҳарам омад баъд гам мезанам. زنک؟ мардак омадем. چو کردی؟ бемшинем. دیوایی خدمم وار که همی کار مونده شده. اومدم با مالی موندگی خیلی گرسنه موندم که خود خوراک داری آخی چی؟ мардак ҷон сарбозам сар ман дард гирифта. дини шав гирдавом дар хол нарафтам. боз саҳар сарам ҳамин рӯз меҳмононро гусл кардам, рӯз дароз хоб рафтам, ҳамин дарди сартатӣ натонистам мардаям чӣ тайёр карда. ما همی جای کار برمادیم این بچه ها که بیا بریم یک جدا بشینیم. همین من هم زنک توخه نمونه گفته همین هی من کار دارم بهانه کردم. همین فکری زنک کردم خیر روز خونه بیام. خیلی آخه همین نمیتونیم چهار کارتشکر سر کنی خدای تو. ای مردا چهار کارتشکر سرخ کردگی است برای مهمونو کرده بدم بریم بخوریم. همین بوار که وقتی همین ترا گرفتم همین فقط بهانت همین انا گردم در کرد، انا سرم داد میکنه، انا ایخیل، انا اوخیل. بوار که من نمیدونم همین آدمو زن میگیرن که یک خوراکشون کنه، یک سر لباسشون بشن. وقتش مینالی این برای مهمونو چهار کارتشکر سرخ کرده بدم. روی نمورا خوریم. آخه در اون بیرون نخوردین، من همی همسایه ها شادی و صالح در اون بیرون میخورم میویم. خیلی غرغر نکنی مرده روید خالده نیدگیری خوری. دیگه چیکار میکنیم با تقدیر تند بدم در کار دیگه علاج نیست. مایل سوچه جان مایلش میام تو امین ساعتهای 3-4 میام میرسم. مایل سوچه جان خیلی نقص کردی بچه‌م اومدی خوب کردی گیر بچه‌م یک چیگی دخترم گیر خندکویا گیرم که خراب لغر شده که گیر چه جان آمید سرخونی پر شما را میبینم که با میفرم هر روز بیام پیشتان. نه فورم همی اوچت خوردن نقص میبینم همی کلین دیگه میبیاره که ساز میکنن یکی چشمش دو برومدن میگه میبیاره که تلرکو خالی میشه میبیاره که تلرکو خالی میشه. ولی خونه و چشم مهمانی رفت نامد؟ نه نامده خدا باشکر بگه میبیاره. نقص کردی خوب کردی اومدی نه دونگی نمی بادام چیه روغنی روغن میکنی آخه فربه میشی اگه خبرگوت ایسا میکنه اودم احمدو چه جان گوش کن همین شو تگل زن همین حولی علیش کنه سکسی نقص آخه بچه همین همین هیچ کار نیست میخوری خوب همین اپلیساس که فیس اسم میری همین چنگکوی میگیرین همین ستولا نکریوان میکنی میشینی دیگه خورده یا ایلوچ که در گوشوش زن فروش همی حولیه یا سکسیه گیرته راست میگو چه ولی هم خیر میکنم. خوب کردی نقص کردی بچه‌م اومدم که خرسان شدم که گوش کن خالد این هفته توی دوره این هفته توی خالد میریم 2 روز پیشکی میریم 2 روز پیشکی پشکلی هم میزنیم توی هم میگذاریم رقص و بازی هم میکنیم با 2 روزی دیگه میستیم مغز همه خورده جمع کرده میبینیم خونه دا با 2 روزی دیگه میسی دم میگیری دا میری خونه. ای دختره خالم میبینم او شرطه گیر این در پرق شد بولم اکت اومد چی بالا بیا بچه چه جونی ما؟ السلام علیکم. بیا سلام علیکم. چه خیر جونی ما؟ سوزی بچه بیا چه جونی ما سوزی خوبه؟ اینجا چی؟ او چه؟ ها؟ این زنی ما کی میبیا؟
تماشاچیان عزیز، تلفن دستی شما فقط برای ویدیو تماشا کنی یا زنگ زدن نیست. شما میتونید توسط هم تلفن موبیلتون در خونه بشینید، خونه نبروین، کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده در یک ماه کم از 30,000 سرکرده تا 15,000 تومان پول به دست بیارید. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، یگان کس یگان دیرم نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونید. فقط در روز 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و هر ماه هم خیلی معاشای بهترین قبول میکنین. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ واتساپی دایرکتری شرکت فابریک اپای نودیراجون دکینم پایان داموندگی اینامی دو درکتون رجوال ابرانی حاضر کک می نویسین. اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونه و شما را میتونه که در آینده معاشای بهترین صاحب بشین. در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی‌ها داره؟ 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاش میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین و این چونین وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین دایرکتور میشین، در این حالت 20,000 تومانی از جانب شرکت توفه میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه از جانب اپای نادیراجان. برای همین حرکت کنین، کار کنین و نگفتن همون وقتی که شما در شرکت کار میکنین و تولد هر یک فرزندتون میشه با برای تولد هر یک فرزندتون 10,800 تومانی دیگه از جانب شرکت توفه قبول میکنین. حرکت کنین، واتساپ یا پجان مودا بنویسین و کار آغاز کنین. چخیر خرجانی من سوزی بچم بیا اوچا جانی من سوزین خوبه اینجین چی اوچا ها این زنی ما کی میبیا خیلی زنت سهر رفته ایمان که بگه شوه اولی میبیوی خیلی سهر رفته اولی 9 ساعت دوی خدایی میبیه تو بگه خیلی معرکه دوشن معرکه 3 ساعت اوچا خیلی میبیوی همی کارو برو بیوی کنه که همه جا تیتتنه پوری چیر که همه هیچ که کرنه تو میخرم خواه میرم اولی میبیوی اوچا؟ این زنش چیکو کنه کما دویم زنم نکه یکت زن دوست دوره بچم زنم چیکار کرده؟ زنم خدا را شکر یک زنی با تربیه به احترام به حرمت اوچا جان حرمت میکنه مرا حرمت میکنه این خط حرمت ایزد میکنه باور که روز تا روز نسبت هم دوست داریم زیاد میشه اوچا جان. همین یک روزی که زنم نباشه خیال میکنیم که نه دست دارم نه پا، خیال میکنیم که نه به بال پرم اوچا. اولی اگه اوچت کو یا جوره و کو هفته ها کتی کو در پروه و اوچا نیسته فهمیدی؟ این زنش در خانه نباشه که قنات ها شکستگی میشده اوچاش که دو تی دیگه قنات میبروره. اوچا جانی من که هر یک از جای خیچه داره. زن جای خیچه داره، مادر جای خیچه داره، خواهر برادر جای خیچه داره اوچا جان. همش میشوه نکی منظور جان؟ میگم که کمی خونه میای خوش آمدی خدمات نوری دیده توجی سر یکی در خونه ایت کار نیست بازی آمدم همی جایی دین سهر همی جا بدی 2 روز پیش زاد روزی انیس جان بود در همو جام 2 روز پیشکی آمده بدی این شوهر ایت احتیاج نداره به خوراک خوب به لباسی خوب و یگو این خیلی کم نیست خونش مکار نیست اکا خونه اوچامه خواه میام خواه میروم بعدشون که من خدمتگار خونه او نیستم. این خدمتگار نیسته که لباس یا اوقات تیار کنه اوقات میفروشه رستوران رو رستوران لباس میفروشه اگه که سبارت لباسش من 5 سال خوندم 5 سال اینستیتوت خونده بیچاره رنگ و روش زرد شده کار باری خونه هوایا قورخا حکاش برو آمده تو انصاف داری این خونه و داری من تا روزی من زندم میبیا سحر میبیا عبر میبیا بگم میبیا 24 ساعت میخوره میخیزه میره کار داری زنی من اوچا جان خدمتگار نیسته نه که همه کار میکنه برای شوهر خوراک تیار کردن حرمت عزت چه بجا آوردن کار بار خونه را کردن این خدمتگاری نیست اوچا این زندگی های مقصد از سخنهای من خفه نشه ما بار دیگه تکرار میکنیم که کدام وقتی میای نور دیده تاج سر نه که مقصد گپای من میدونی چیه مقصد گپام که زندگیت ویران نشود اگر آوی دیدت 6 قطار به شوهر نمونی زندگیت پراکنده نشود وقتی اول گفتن بعد نشود که بعد شوهرت زن بگیره بعد اوچا جون زن گرفتی تری بود نشود با استغفرالله اکا
اوچه چی میگن بچه شما؟ اکا جان شکری خدا زندگی من 100% من یگان کمبودی ندارم. انم خیلی زندگیم. شوهرم هم یگان کمبودی ندارد. شما فکر نکن. زنک جان لبه تمی کتره اوتی که اوتو کدگی کو؟ کجویم اوتی کدگی؟ خیلی اوتو کردگی نکردگی باشه کی شما رو اهمیت میتید؟ یا اینکه همی شبا دیر میبینم؟ همین چرا که گفت زدن در بعد همین گمانی بعد میکنیم و رشکی بیمعنی میکنیم ما همین گفت چی در کنم یک کتره گفتن اوتی که خمی چی در کرو خیلی؟ خیلی کی میبینه؟ کی اهمیت میتید که همی اوتو کردگی اصلا نیسته؟ زنک همین کرتایی بی اوتی که دتنه من دیدم انا میتره با هم میتونم میگه زنش مرده نکی زنک در همین دنیا ما همه چیزا یافتم همه چیزا دیدم نکی هم مهر محبت احمد دیدم نه ای خیلی هنوز بخیر همی کنیم نکنیم دویم شما ناراضی میکنیم ای یکی هنمی گپش داره شوهرش در حقیقت یکون کمبودی ندارم به کمبودی ها امروز من از نما دیدم اوچه همه گفته اینوزی شما کو این خیزمردار نیست شوهرش در رستوران خور بخوره شوهرش لباسوش دیگه کسو تو کنه صد پول بده امروز میبینم در رستوران همین از نمالا خیلی شیشتگی های با چهره او خیلی دیدگی نبود او خیلی خرسند و خیلی شد در برش یه زیب و سنمی دیگه یک دخترکی نوزنینی دیگه ای عیشیشه ای تشکیلی را میبینی و چه جون همه تارت هم میگیره دخترک یزنه جانم دوید ها یزنم خیلی دمش گرفته است ایوسه با یزنه و خیلی خلوصه گفت که او جمع مهر و محبت دیدم هم دیگر فهمی را دوستداری و خرسندی و را دیدم و چکو ای 5 ساله گشتگی ما ای 5 ساله ایش خوشخی ما هیچی ای پاگا پیش یزنه میرم میگم مرا درس بده منم خیلی ایشون یوی خیلی مثالی گفت که بین شما مناسبت هایی که این خیلی دیگر تا احترام میکنین بخیر دیدین همون یزنتون یگون چی نگفتین اکا دیدین نبود یا موچ کش کنی یا خیلی بخی دیوال ده یگون چی نگفتم؟ چی با ما گپ زنم؟ چی با ما سخن کنم؟ در حالی که یزنم 100% به حرمت ایزد احتیاج داره به مهر محبت زن احتیاج داره به دوستداری زن احتیاج داره یزنم حق شای وقتی که مرد در خانه جانبی زنش حرمت ایزد نمیبینه دوستداری نمیبینه یکدیگر فهمی نمیبینه قدر قیمت نمیبینه البته که او مهر و محبت او دوستداری را او یکدیگر فهمی را جانب دیگر کس انتظار میشه او مهر و محبت در کوچه میکوه فهمیدی خواهر جانی ما فراموش نکن وقتی که تو به قدر شوهرت نمیرسی تو شوهرت دوست نمیداری تو شوهرت احترام نمیکنی دیگرها احترامش میکنن دیگرها قدرش میکنن دیگرها دوستش میدارن دیگرها صاحبش میشن نه اوچه جان التماس ما میرم خونه میری؟ ها اکا جان رو بریم خونه التماس خیلی بشید چی با میره؟ نه اومده اولی اوچه هم گب داره قطید اولی دم بگی نه گپ پپ ندار خیلی با چند برچه خیلی برو در خونه و درش مو خیلی